جانورشون می‌کشد تو چند گذاشت در 20 کن سر بشم نه معلوم جان شد این مثل با فورتون بعد اگر چه نمیاد دیگه هیچ کدیش نمیکنه فقط ساعتش uzatmış میشه هم جوز میبینم Necən Boladan nişan oradan meyilək çana faş var. Biz böyle sabit mi? Ahmet onu sabit ne? Selam علیکم دوستان گرامی. طور شما میدونید ما در نتیجه معین کردن غولیب همه رو با قرعه کشی دعوت کرده بودیم ولی عصبی اون که همه کار دارد و با کار مشغول است از همین خاطر با برنامه اومده نتوانستند و ما با خلاصای اومدیم که بین این 9 نفر بازیگرانی که 9 جواب رو یعنی درست دادن یعنی با 2 سوال ما با 2 نتیجه دریافت کردن به اینجا دعوت کرده بودیم و از همین خاطر امروز اینجا جمع آمدیم که در طریق آنلاین ما توانیم که این قرعه کشی خود رو برگزار نماییم. قرعه کشی ما طوری که از جانب شما پیشنهاد شد به طرز زایل میگذرد یعنی در اینجا شفافیت پورا در نزد اکران شما خواهد بود و اینجا چیزی نیست که کسی مثلا یا که کسی رو ما شناسیم که توسط این قرعه کشی توپ رو به او دهیم. این طور نیست. پیشگویی از شما توفه از ما هنوز دوستان گرامی ادامه دارد و از همین خاطر ما اینجا 2 تا جمع آوردیم و بین برای معین کردن غالب چگونه ما اون رو استفاده می‌بریم. در اینجا دوستان گرامی پیش از همه 8 بست نوشته که خولی است جمع آورده شده است. ما اینجا شما می‌بینید خولی نوشته شده است و همین گونه خولی ها در اینجا 8 تا هستند و یک دیگر نوشته که توپ هست در اینجا هست و ما این رو آخرین مرتبه به درون این جمع اندازیم و کسی که هنگام قرعه کشی توپ به او میرسد و نزد ما میآید و از اینجا توپ رو با خود میبرد. حالا این توپ رو ما بین این کاغذهای خولی میگذاریم توپ میدهیم برای که ببینید با ما نگاه نکرده شدیم که این توپی نوشتگی به کجا رفتید. از روی پیشنهاد خود شما که در آنجا به ما پیشنهاد کردید که این نفران رو ما نفرانی که با قرعه کشی راه یافتند با یک جمع دیگر گذاریم همینطور هم ما کردیم. اینجا 9 نفر از اون نفرانی هستند که دو بازی رو پیشنهاد کردند. مثلا مولا رجب میرزویف بازی بین دستهای مرو التین اسیر رو و این چونبوک تگو رو درست معین کردند و اولین شده به اینجا بپرتویم. همین طریق باز در اینجا میر سعید امیر عطا دیگر نامه هم نوشته شده است. برای اینکه وقتی زیاد شما رو نگیریم ما میتونیم به اینجا پرتویم. میر سعید امیر عطا بازی چونبوک تگو رو 2-0 و از زوره و النفت رو 1-1 پیشگویی کردند. حالا میر بیضا اشرف رو هم با داخل این جمع پرتویم. سپس در اینجا نفر دیگر محمود سیدالیف هستند. محمود سیدالیف چونبوک تگو 2-0 کاواساکی توکیو 2-1 یگانه کسی که بازی کاواساکی و توکیو رو درست نتیجهش رو پیشگویی کرده است. نوبتی دیگر اینجا شهرون عزیزوف چونبوک تگو 2-0 العین و الشارجه 1-2 این هم یکی از نتیجه‌هایی است که کسی دیگر اون رو نیافته است. به هر نوع این گونه آدم هم هست. ولی نوبتش میرسد. شوکت حسوریف هست کسی دیگری که در این آزمونی ما اشتراک میکند. چونبوک تگو رو هم اینجا درست پیشگویی کردن. از زوره و النفت رو هم 1-1. نفر دیگری که با قرعه کشی راه یافتند این نفر مشهور ابلوزاده هستند. ما اول این نتیجه رو دیرتر دیدیم از همه اخیر. مشهور ابلوزاده این کس هم چونبوک تگو رو 2-0 و العین شارجه رو 1-2 پیشگویی کردند که این کس هم وردی اینجا این قدعه یا خود جمعیمو میشوند. باز نفر دیگری که اینجا هست فتحالله عبداللهیف هم چونبوک تگو و از زوره با النفت رو پیشگویی کردند و نهایت آخرین شخصی که باید با قرعه کشی ما همراه شود این نفر زین العابدین
جونیبکوف هستند. زین العابدین جونیبکوف مار آلتین اسیر رو پیشگویی کردن 1-3 و کاواساکی توکیو 2-1. یعنی طور دیگه اینجا 9 نفر گذاشته شدند. ما طرزی معین کردنی مثلا گلی رو چگونه میکنیم؟ یک تو از اینجا نمره میگیریم و از جام دیگر توپ رو باید بکشیم. اگر هر وقتی که توپ از اینجا گرفته شد بازی قطع میگردد و غالب با نزد ما بستوده میآید و ما با او جای اول رو میدهیم و صاحب توپ میگردد. حالا بیاید از اینجا ما یکی رو با بیرون میبریم. یک لحظه برای که بسیارتر توپ دهیم تو که براید. خوب یکی رو میگیریم. اینجا فتحالله عبداللهیف، اینجا فتحالله عبداللهیف علاقه آماده شوند که با اون کس چی میافتد و از اینجا باز یک توپ رو خواهیم گرفت. شاید توپ، شاید بسته خالی. خوب اینجا گرفتیم. اینجا نشان داده می شود خالی است، یعنی که فتحالله از بازی بیرون می شوند. نفر دیگر رو باز اینجا میگیریم. خوب در حقیقت دوستان گرامی ما شد هستیم که شما در آزمون ما اشتراک میکنید و از یک هفته تا هفته دیگر شماره شما بیشتر میگردد. بعد ما باوری داریم که در صورت باز دستگیری کردن سرپرستان توفه های ما باز هم بیشتر هم میشوند و زیادتر هم میشوند. خوب محمود سیدعلیف در اینجا میستند و از اینجا باز یک توپ رو میجوییم. محمود سیدعلیف وقتی شما هم اومد نکرد. خوب باز یک نفر دیگر. خوب تا همون لحظه ما میرویم که اینجا دوستان گرامی یک نفر گلی باید. خوب شهرام عزیزوف، این نفره که ما گفتیم که بازی چونبوک هوندای موتورز و تگو رو پیشگویی کرده است و بازی دوم العین از شارجه رو. خوب اکنون نوبتی معین کردنی توپ است. شما هم از بازی بیرون شدید. شهرام عزیزوف یک نفر دیگر رو اینجا میسنجیم. در حقیقت بخت هست دوستان گرامی. بسیاری ها باور نمیکنند بعضا حالت‌هایی میشن که باید گرفتن توپ نصیب یک نفر میگردد. حالا زین العابدین جونیبکوف نوبت شما است. زین العابدین. خب زین العابدین شما هم از بازی بیرون هستید. یعنی زین العابدین هم از بازی بیرون میشوند. خب شماره آهسته آهسته کم میشود. یعنی با همون توفه با همون جایزه اون نفرهای دیگری که هستند نزدیکتر میشوند. مشهور اوبلازاده. خب وقتی شما هم از بازی بیرون. در دور دیگر شاید شما اینجا غلبه میکنید. حالا باز اینجا یک نفر دیگر رو میبینیم. شفقت حسوریف بازی بین دسته‌های چونبوک تگو از زور النفت رو درست پیشگویی کردن. یعنی از این برمیاد که از این نتیجه‌هایی که شما در میابید من فکر میکنم که شما درباره فوتبال آسیا بسیار خوب میدونید، چون که نتیجه ها رو هم تو پیشگویی کردن بسیار دشوار است. خب شما هم شفقت از بازی خارج هستید. شفقت حسوریف هم از بازی خارج هستند. نوبت دیگر خوب شماره اشتراکداران کم میموند. اینجا میربایزو اشوروف چونبوک تگو 2-0 از زور النفت 1-1. خوب میربایزو رو حالا بجویم که چی با اون کس میرسد. بازی ما دوستان گرامی جنبست شد. توپ نصیب میربایزو اشوروف میگردد و میربایزو اشوروف پگاه روزی سرخوان جمهوری تاجیکستان است. همه شما رو تبریک و مبارکباد میگیم. بعد پگاه شنبه و یک شنبه روز استراحتی هستند و روز شنبه ما شما رو در استودیوی ورزش انتظار میشویم. اون نفرایی که امروز مثلا یا نوبتشون نرسید 2 نفر دیگر اینجا باقی موندند. هم یک لحظه ببینیم
اینجا مولو رجب میرزویف و همچنین شخصی دیگر که میر سیدی میراتو هستند. شما هم گفتم ممکن تبعتون بولیده باشد چون که بازی های ما هنوز ادامه دارند تا سال نو این چیز ادامه می‌یابد. اگر در صورت باز سرپرستی کردن این برنامه ما بعد سال نو هم بازی های خود رو ادامه میدیم و فکر میکنم که شما هم صاحب توب میشوید چون که برنامه ما علاقه 3 سال است که با همین آزمون پیشگویی از شما توفه از ما ادامه دارد و ما توانستیم که با بیش از 100 نفر شاید زیادتر هم توپ‌های فوتبال تقدیم کرده باشیم. به هر نوع در همین جا دوستان گرامی ما قرعه کشی خود را برای معین کردن غالب در آزمون برنامه فوتبال آسیا پیشگویی از شما توفه از ما و پایان میرسونیم. دیگر باره با هر کدام شما تبی خوش و استراحت با فراغت بگذار. همیشه در خانواده شما صلح و صلاح باشد، همه تنج و آرامی به شما نصیب کرده باشد. خیر.